جنگی که دور رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه‌ای که یک با همراهی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 73 تن از صحابگان کرام در اینجا شهید شدند. الحال جنگ در همه جا گذشته است. بنابراین برادران عزیز این کوه احد است. اینجا یک جایی که میبینید تا آخر 18 کیلومتر دیگه همین کوه احد است. فهمیدید؟ تو همه برادران عزیز وقتی که دور پیامبر خدا صلی الله علیه و وقتی که کافرها خطی یک جایگی جنگ میکردن، امر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که صحابه ها را گفتن که شما یک قسمت بالای همین کوه بیستید، این کوه بلندتر شاید بود. یک قسمت بالای کوه بسیار ماندگی در این پایان جنگ میکردن. وقتی جنگ کردن غالبیت به دست مسلمان ها آمد. اما که متاسفانه اون صحابهایی که از اونجا از گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم که بیرون شدن، یعنی که دیدن که همه کافر کشتن، حیله اونا بسیار مکر اونا بالا بود. دید که غالبیت به دست مسلمان ها آمد. همه مردم همون صحابهایی که در بالای همینجا نشسته بودن دویدن تا مالکیت اونا را غنیمت بگیریم گفته. وقتی که از بالای همین رماد فرا آمدن به تک، کافرها به حیله قطعی به پشت اینجا آمدن. به پشت اینجا که آمدن همین جدا همه 73 تن شهید شدن، چون در همین جا شد که بعد مغلوب شدن یعنی که کافرها زدن مسلمان‌ها را 73 تن را در اینجا جراحت کردن که همینجا یک منش یکی از بزرگترین ها حضرت امیر حمزه بودن. فهمیدید؟ همون بدبختی هندی که دختری که گل داده بود به خاطر که تا همین امیر حمزه را قتل کنه، یک سیاه‌پوستی که یک نیزه در دست داشت، اگر فیلماش تماشا کردیم یک نیزه در دست داشت آمد زد کشتش. همون هند آمد جگر دل شکند و گرفت شمکی، همون در خون همین تشنه بود. انا همون حضرت امیر حمزه در حال در همین جا خوابن شهید. همون 73 تن قطعی حضرت امیر حمزه در همین جا خواب شدن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای هیچ کس دیگر در اون حالتی که میگم اینا جام شهادت چشیدن خودسندی و خوشحالی میکرد، برای امیر حمزه یعنی که گریه کردید که مادرایی که بسیار برای صحابه ها برای فرزنداشون گریه میکنه، اما برای امیر حمزه کسی نیست که گریه کنه. خودش آبی چشم کرد، گفت که ایگو برای اونا میلش برای امیر حمزه گریه کنید. یعنی که هر کسی که آبی دیده برای حضرت امیر حمزه میکنه انشاءالله که شفاعتش برای اون میرسه. بنابراین همه صحابه ها در همین جا خواب شدن. انا بعضی روایت ها زمین کوه یعنی قصه داره و آخری کوه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در درون همونجا می ایستادن، از همونجا امر میکردن. فهمیدی؟ و یک روایت که دندانش در همونجا شهید شد. و یک روایت است که در همینجا فقط یک انسان میخواست که پیامبر را یعنی که چیکار کنه، قتل کنه. یک چطوری کنده بودن، بالاش خست گرفتگی آمد در همونجا غلطاندنش، یکی آهن پوشیده بود بالای سرش تنش کار در که امور نیزه را که زد خونالود شد. میگه بعضی روایت ها که دندانش در همینجا شهید شدن. وقتی که خونسار کشید گفت که محمد را هم کشتن، دلشان خنک شده بر آمدن از اینجا. اما متاسفانه الحمدلله که اونا در اینجا سرداری میکردن که بسیارتر امراش از همونجا بود. میگه با صحابه را یعنی که امر فرمایی میکردن. بنابراین حجایی که الان ما حضور داریم حضور از نزدش گرفتیم، انشاءالله که ما که دیگر بلند دیگر قرائت کرده و دعا کرده نمیتونیم. هر کسی که دعا میکنه بدینشان یا که انشاءالله امکانیت دعا هم باشه، نه همینجا هم دعا میکنیم که خداوندا دعاهای ما را مقبول درگاهت بگردان. این سرزمین مقدس که الحال ما بندگان تو و امتان حبیب تو که آمده ایم از شفاعتش امید داریم. یا رب دعای ما را مقبول درگاهت بگردان و از شفاعت حبیبت همگی را با نصیب بگردان. و این صحابگان کرام که از ما مطلب دعا هم ندارن، اما ما دعاگو هستیم که پروردگارا در همسایگی با همراهی این صحابگان روز قیامت ما را حشر بگردان و از شفاعتش ما را این شفاعت اینها ما را خوشنود بگردان و از شفاعت خودت ما را خوشنود بگردان. پروردگارا دعای ما را بپذیر. به حرمت این آیه های قرآنی که الحال بعضی ها ختم کردن و آمدن، خدایا ختم های اینها را که میبخشیم به روح پاک خودت، به روح پاک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و به روح همه صحابگان میبخشیم. خداوند غریق رحمت شایسته جنت بگردان و در قطار نیکان همگی ما را خدایا که روز قیامت در قطار نیکان حشر بگردان و گذشتگان ما را به حرمت شهدا به حرمت حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم روز قیامت از شفاعتشان ناامید مگردانی و دروازه جنت را بالای همگان کشاده بگردانی. فرزندان ما را اهل توفیق
بگردانی و همگی مردم تاجیکستان را به زیارت خانه‌ات و به زیارت حبیبت و به زیارت این شهدا یک جایگی با نصیب بگردانی. پروردگارا گذشتگان ما را غریق رحمت شایسته جنت بگردانی، بیمارا را شفای کامل و عاجل نصیب بگردانی، مادرها را غریق رحمت شایسته جنت بگردانی. اونایش که بیمار هستند اونا را شفای کامل و عاجل از بستر بیماری خیستن و گشتن را خدای نصیبشان بگردانی. همگی مردم تاجیکستان که از ما مطلب دعا دارند پروردگارا گذشتگانشان را غریق رحمت بگردانی. همگی را در این سرزمین مقدس لبیک گفتن گرد خانه‌ات و زیارت حبیبت و زیارت همین احد شهدا خدایا که اونها را با نصیب بگردانی. فرزندا را برای راست هدایت کنی. پروردگارا با قرآن عمل کردن برای هر یکی ما و فرزندای ما و خویش اقربای ما با نصیب بگردانی. پروردگارا